با توجه به آموزش قبل بیا بریم این سوال رو حل کنیم. تو دلش میخوام حل معادله هم یه گریزی بهش بزنم. سوال گفته از 3 برابر عددی 6 واحد کم کرده ایم، حاصل 2 واحد بیشتر از همان عدد شده است. آن عدد کدام است؟ خب معادله مربوط به سوال رو تشکیل میدم، سوال رو حل میکنم. عددم رو میگیرم x، حواست باشه از 3 برابر عددی 6 واحد کم کرده ایم. یعنی چی؟ با توجه به آموزش قبل یعنی 3x منهای 6. از 3 برابر عددی 6 واحد کم کردیم. حاصل، هر وقت واژه حاصل رو دیدی یعنی مساوی. حاصل 2 واحد بیشتر از همان عدد شده است. خب عدد رو گرفتم x دیگه، یعنی حاصلم شده x به اضافه 2. گفته عدد کدام است؟ کافیه این معادله رو حل کنم. دیوار مساوی تا ته پایین، معلوم ها یک طرف، مجهول ها یک طرف. ببین 3x رو سمت چپ دیوار نگه میدارم، x رو میارم سمت چپ. هر عدد یا عبارتی که از روی تساوی رد بشه قرینه میشه، پس این میشه منفی x. اون ور 2 خوبه، منفی 6 رو میارم سمت راست که میشه مثبت 6. آقا 3x منهای x میشه 2x، اون ور 2 به اضافه 6 میشه 8. و حالا که طرفین تساوی، فقط یک جمله جبری واسم باقی مونده، یعنی ساده سازی ها رو به طور کامل انجام دادم. برای اینکه مقدار مجهول رو پیدا کنم کافیه طرفین رو تقسیم بر ضریب مجهولم کنم که مثبت 2. یا بگم چی؟ یا بگم مجهول برابر است با عدد معلوم تقسیم بر ضریب مجهول. فرقی نمیکنه، به هر حال x من برابر میشه با 8/2. سادش کنم میشه 4. اینا از حل معادله. دوست دارم، مواظب خودت باش. خداحافظ.